این جانب نعیم نصرتی مدیر محلی کرامت شهرستان فرنوج. محله‌ای که می‌بینید محله کلوک است، واقع در شهرستان فرنوج که حدوداً 2800 نفر 800 نفرشون جوانان تشکیل داده میشه که این جوانان اکثرشون بی سوادن و یا بیکار، که یکی از بزرگترین مشکلات اینجا محله فقیرنشینیه. شهردار بنده خدا یا کارگراش نمیاد، شهردار بهش میگه یا کارگر نمیاد یا سالنگاری میکنه، دیگه اون نمیدونه. ساعت 4 صبح تا ساعت 5 یا بسته میشه. اگر دو تا گالو پر نبوده اما اصلا آبی نیست، نه آب خوبه نه برگی. بعد بهترین کس اینجا توی محله من هستم. اینا کمک کردن این مستران. بیا نگاه کن داخلش، بیا کاشی چیزی هیچ ندارن. اینا همه با بدبختی گرفت خوردن نداری. آب لوله نگاه کن اینجا نزدیک که درش بیارم لولهش تعجب میکن این اندازه میشه. این همه محله آبش همه تکه لوله. این ذره کلوفتره از این نگاه کن. با سرپرستی عامی اتاق بنیاد مسکن رابطه پرونده اون تشکیل داد. مطمئن پلج بنیاد مسکن پرونده و تشکیل داد که اتاقی بندیده. الان مطمئن وفاتی که اتاقش نبست نداد. تابلو که سرهم کرده ما مثلا 4 تا چوب نگاه کن، اگر ما اینا مثلا درآمدی می‌داشتن نمی اومدن توی خونه زدی. این توی خونه کی زدی؟